رسیدگی هفته اول. رسیدگی یکی از فعالیت‌های هفتگی ماست. روز آخر هفته راه هنرمندیت رو به رسیدگی اختصاص میدی. خیلی مهمه روند رشدت رو ثبت کنی تا بتونی ببینیش و بهش رجوع کنی. سوال‌ها و جواب‌ها رو با دست بنویس. من پشت دفتر صفحات صبحگاهیم انجامش میدادم. برای جواب دادن به سوال‌ها 20 دقیقه به خودت زمان بده. توی هر رسیدگی. سوال اول: چند روز در هفته صفحات صبحگاهیت رو نوشتی؟ امیدوارم هر روزش رو نوشته باشی. چه تجربه‌ای داشتی از نوشتنش؟ سوال دوم: آیا این هفته سر قرار ملاقات با هنرمند درونت حاضر شدی؟ باز هم امیدوارم جوابت مثبت بوده باشه، با این حال که میدونم اوایلش کار سختیه و شاید آدم تحمل خودش رو نداشته باشه. چه کاری انجام دادی و چه احساسی داشتی؟ سوال سوم: آیا در این هفته مسائل دیگه‌ای پیش اومد برات که توی پروسه شفای خلاقیتت حائز اهمیت باشه؟ توصیفش کن. در پایان هم میتونی حس و حال کلی هفتت رو بنویسی، چون بعدها خیلی میتونی ازش استفاده کنی. هفته خیلی خوبی داشته باشی و هر سوالی که داشتی بدون مشتاق و منتظرم بشنومش. توی جلسه هفتگی میبینمت. رسیدگی هفته اول. رسیدگی یکی از فعالیت‌های هفتگی ماست. روز آخر هفته راه هنرمندیت رو به رسیدگی